اونا معمولا خبر میدن که اون دور و بر هست، اما شاید خیلی ازش نمیترسیدن. فقط هر کسی با آگاهی به اینکه یک خرس اون حوالی هست رفته بود دنبال کار خودش. در تابستان 2018 کسیدی و خانواده‌اش برای یک دوره آموزش کتاب مقدس به کمپی در شمال کانادا رفته بودند. بچه‌ها به خاطر رفتن به کمپ و بودن در کنار دریاچه خیلی ذوق زده بودن. ما دعوت شده بودیم تا در 3 بخش صحبت کنیم و سخنرانان مهمان آخر هفته بودیم. روز جمعه وقتی آنها رسیدن، فرزندانشان مهمانی ناخوانده را در بیرون از کابین کشف کردند. پسر بزرگترم گفت مامان یه خرس اون بیرونه و ما دویدیم و دیدیم بله یه خرس اون بیرون بود، انگار میرفت و میومد. اون بیرون کلبه ما بود. آنها بچه‌ها را به داخل کابین آوردند و خرس هم موقتا به جنگل بازگشت. به بچه‌ها گفتیم اون به راحتی فرار نمی‌کنه و باید اونو با پرت کردن سنگ وادار به فرار کرد و در مقابل شدت عمل نشون داد. شب بعد کشیش کمپ برای کسیدی و خانواده‌اش ترتیب دعا داد. اون گفت من احساس میکنم نیاز هست برای تو دعا بشه. تو قرار هست وارد قلمرو شریر بشی و ما باید برای محافظتت دعا کنیم. در اون لحظه من دعاها رو دریافت کردم و همگی در گروه‌های کوچیک برای امنیت ما دعا کردن. آنها زودتر از آنچه انتظارش را داشتن به آن محافظت نیاز پیدا کردند. صبح روز بعد پسر کسیدی از صدای خرس بیدار شد. اون گفت مامان خرسون بیرونه. من پرده رو باز کردم و مطمئن شدم خرس سعی کرده بود به درب ورودی ضربه بزنه و بعد به طرف دیگه کلبه رفت و به طرف کلبه خزید و سعی کرد به پنجره چنگ بندازه. نگرانی از امنیت ساکنین کمپ کسیدی را بران داشت تا دیگران را از برگشتن خرس آگاه کند. او آن را در حال تلاش برای ورود از پنجره اتاق پذیرایی یافت. اون از پنجره کنار کشید و به آرامی به طرف من قدم برداشت. من آهسته عقب رفتم و شروع کردم به سر و صدا در آوردن. هرگز فکر نمی کردم اون به من آسیب برسونه، چون خرسا معمولاً از آدما میترسن و بهشون حمله نمی کنن. اما این خرس نمی ترسید و ناگهان به کسیدی حمله ور شد. یادم میاد که به یک بار اون روبروی من بود. من رو به زمین انداخت و پاهای من رو زخمی کرد و پاره می کرد و گاز می گرفت و پاره می کرد. خیلی قوی تر از چیزی بود که من تصور می کردم و طوری که داشت پاهای من رو چنگ می انداخت با خودم فکر کردم اگه به سراغ گردنم بیاد دیگه کارم تمومه. در ناامیدی کامل کسیدی که می دانست ممکن است بمیرد در دلش دعا کرد. یک لحظه روشنی بود که تا اون موقع در زندگی من هیچ وقت اینطور احساس نکرده بودم که من آماده‌ام. راستش خیلی هم نگرانی بابت خانواده نداشتم. گفتم خب خدا ازشون محافظت میکنه و من آمادم که به خانه آسمانی برم. من آماده بودم. در آن لحظه همسر کسیدی براد به سر صحنه دوید و سعی کرد با خرس مقابله کند. با خرس درگیر شدم و شروع کردم به لگد زدن و ضربه زدن بهش. خیلی خوب یادم میاد که با مشت هم بهش میزدم و فکر کردم این مشت واقعا قویه. اون تونست آزاد بشه و من داد زدم که بتونه اون بدوه. اونم دوید و خودش رو به نزدیکترین کابین رسوند. شروع کردم به در زدن و فریاد زدن بذارید بیام تو، بذارید بیام تو، خرس میخواد منو بخوره. در اون لحظه خرس دوباره من رو به چنگ انداخت و دوباره شروع کرد به پاهام حمله کرد. براد دوباره با خرس درگیر شد و همانطور که او با خرس می‌جنگید کسیدی احساس می‌کند توسط فرشته‌ای برداشته و به داخل کابین گذاشته می‌شود. واقعا احساس می‌کنم خدا داشت از من محافظت می‌کرد. پس تعجب نمی‌کردم اگه از دست خرس خلاص می‌شدم و به شکلی معجزه‌آسا توی کلبه گذاشته می‌شدم. براد هم توانست خود را به کابین برساند و خرس هم نهایتاً آنجا را ترک کرد. کسیدی برای درمان جراحات به بیمارستان منتقل شد. خیلی درد داشت. کاملا سیاه و کبود شده بودم. خرس خیلی قوی بود و پاهای من رو لت و پار کرده بود. خوشبختانه کسیدی با تهدید جدی روبرو نشد. اولین چیزی که دکتر بهم گفت این بود که میدونم این خیلی بده اما بهترین حالتیه که میتونست اتفاق بیفته. چون اگه اون به هر ناحیه دیگه‌ای بالاتر از کمرت حمله میکرد و من واقعا در اون ناحیه حتی یک خراش هم نداشتم. هر ناحیه‌ای بالاتر از کمر احتمالاً جراحات مرگباری به بار می آورد. و اونها همه پارگی‌ها رو بخیه زدن و من ساعتی بعد با پای خودم از اونجا خارج شدم. خودم رفتم. فقط چند ساعت بعد. کسی کمکم نکرد.
فقط بلند شدم و رفتم. زخم‌های جسمانی او بهبود یافت، اما برای مدتی کسدی از نظر احساسی آسیب دیده و نقشه خدا برای زندگیش را مورد سوال قرار داده بود. اگه اون قدرتمنده چرا چنین چیزی برای من اتفاق افتاد؟ اون تصویری به من داد از بالاتنم که از گزند خرس در امان مونده بود و اون تصویر قدرتمندی بود، چرا که من باور داشتم اون از من در برابر جراحات بدتر و مرگبار محافظت کرده بود و من احساس کردم اون داره از من میپرسه آیا به من اعتماد داری؟ آیا به من اعتماد داری وقتی اصلا اون رو درک نمی کنی؟ آیا به من اعتماد داری وقتی حتی در درد هستی؟ آیا به من اطمینان می کنی وقتی که هیچ پاسخی نداری؟ و من احساس کردم آره، جای دیگه ای ندارم برم. تو همه چیز هستی و من بهت اعتماد میکنم. او میگوید ماه‌های آتی برای شکرگزاری زایدالوصی به همراه داشت، برای زندگیش، برای سلامتی و دعاهای افرادی که اکنون در کنارشان ایستادند. راستش شادی بی اندازه‌ای داشتم که غافلگیر کننده از شکرگزار برای اینکه میتونستم بچه‌هامو دوباره در آغوش بگیرم و از چیزای ساده لذت ببرم. افراد زیادی هستن که برای ما دعا میکنن و شکی ندارم که این یک معجزه بود که خرس به هم آسیب جدی نزد. شک ندارم این یک معجزه بود که تونستم با پاهای خودم چند ساعت بعد از حمله اون خرس از بیمارستان خارج بشم. و اون داره معجزه‌های زیادی اطراف همه ما انجام میده. ما فقط باید به یاد بیاریم چشمامونو باز کنیم و ایمان داشته باشیم.